نظام توجه بابای محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان هیئت شخصی جز سامهای ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق برای تجلیل 25مین سالگرد تأسیس یابی گواردی ملی جمهوری تاجیکستان صف فرستند. فرمانده پررد گنرال مایور جمال دوده. سلام رفیقان. شما را به مناسبت 25مین سالگرد تأسیس یابی گواردی ملی جمهوری تاجیکستان تبریک میگویم. محترم گنرال ها، افسران و سربازان و سابقه‌داران خدمت حربی، امروز با یکی از صحنه‌های مهم تاریخ دولتداری نوین تاجیکان تأسیس یابی گواردی ملی جمهوری تاجیکستان 25 سال پر می شود. با افتخار این جشن همه شما گنرال ها، افسران و سربازان و سابقه‌داران گواردی ملی، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق را صمیمانه تبریک میگویم. با هر یکی شما سلامتی و سربلندی و در اجرای مسئولیت مقدس و پرشرف کسبی یعنی دستاوردهای استقلال، تأمین امنیت و آرامی جامعه و حفظ منفعت‌های دولت و ملت برای کامیابی آرزو می‌نمایم. گواردی ملی واحد مخصوص دارای اقتدار کامل و آماده باشی بلند بوده در تشکل نظام مدافع کشور نقش مهم دارد. گواردی ملی سال 1995 مثل دیگر ساختارهای نظامی تاجیکستان صاحب استقلال در وضع نهایت وزین و حساس در زمینه یک بریگاد تعیینات مخصوص تأسیس داده شد. این ساختار حربی از روزهای اولی تأسیس یابی خود تا به امروز با وجود آنکه در آن ایام وضع اقتصادی کشور تازه استقلال ما و امکانیت‌های مالیوی حکومت نهایت محدود بودند، راه پرشرف تشکل، تکامل و رشد را سپری نمود. امروز گواردی ملی که ما آن را همچون رمز دولتداری ملی با در نظر داشت نشانه‌های تاریخی نیاگانمان عملاً در جای خالی سازمان دادیم و ساختار متشکل و منظم تبدیل یافته است
و وظیفه‌های پرشرف و مسئولیتناک حفظ منفعت‌های وطن را سربلندانه اجرا کرده ایستاده است. امروز ساختار و ماهیت گواردیای ملی به طلبات زمان موافق گردانیده شده. آن به یک ساختار حربی تعیینات مخصوصی حاضر زمان تبدیل یافته است که این یکی از عامل‌های مهمترین حفظ استقلال و آزادی، تمامیت ارضی کشور و امنیت دولت می باشد. قسم‌های حربی گواردیای ملی حالا در بسیار مناطق کشور فعالیت کرده. افسران و سربازان آن در حفظ انشاءات مهم دولتی و حمایه منفعت‌های دولت و خلق تاجیکستان صادقانه خدمت می‌کنند. خدمتچیان حربی گواردیا پهلو به پهلو با دیگر ساختارهای نظامی مملکت در برقرار نمودن ساخت انسانی، تأمین صلح و ثبات و حیات آسایشته مردم تاجیکستان سهمی ارزشمند گذاشته‌اند. خدمت صادقانه افسران و سربازان گواردیای ملی از جانب رهبریت دولت و حکومت همیشه قدردانی گردیده. تا امروز 300 نفر افسران و سربازان با مکافات‌های دولتی و 13 نفر با رتبه‌های عالی حربی سرفراز گردانیده شدند. یکی از عامل‌های مهمترین فعالیت پرثمر همه ساختارهای حربی و مقامات حفظ حقوق تأمین نمودن جزء تام‌ها با کادرهای بلند اختصاص می باشد. ضمناً خاطر نشان می سازم که خدمت حربی در گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان خدمت افتخاری بوده. قبول کردن شهروندان برای خدمت در این ساختار حربی انتخاباً برآورده شده است. علاوه بر این در زمینه یکی از قسم‌های حربی گواردیای ملی مرکزی تیاری کادرها فعالیت دارد که تا امروز آن را هزارها نفر سربازان و افسران جوان ختم کرده سطح مهارت و ملکه خود را بلند برداشتند. ما صدها نفر دیگر را در مؤسسه‌های تحصیلات عالی حربی کشورهای پیشرفته خارجی به تحصیل فرستادیم که حالا اکثر آنها همچون افسران دارای سطح بلند کسبیت در جزء تام‌های گواردیای ملی خدمت کرده ایستادند. عموماً امروز در گواردیای ملی از حساب افسران یگان نفر غیر کسبی خدمت نمی کند. قریب اکثریتشان 2-3 معلومات عالی کسبی را هم در داخل و هم در خارج کشور ختم نمودند. حکومت مملکت با مقصد تقویت بخشیدن به قابلیت مدافعی کشور، بلند برداشتن سطح کسبیت و آمادگی حربی خدمتچیان حربی قواهای مسلح از جمله گواردیای ملی و مقامات حفظ حقوق در سمت تأمینات آنها با سلاح، مهمات جنگی، تکنیک حربی و دیگر تجهیزات و لوازمات ضروری همه ذخیره و امکانیت‌ها را سفربر کرده است. زیرا وضع جهانی معاصر تا رفت مرکب و پیچیده شده ایستاده است و چون این وضع ما را وادار می سازد که به سطح آماده باشی جنگی جزء تام‌ها دقت اولین درجه دهیم. فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی و خدمتی یعنی منتظم بهتر کردن وضع اجتماعی خدمتچیان حربی همیشه در مرکز دقت حکومت مملکت قرار دارد. در طول 25 سال 475 عائله خدمتچیان حربی گواردیای ملی با منزل اقامتی و 65 عائله با قطعه‌های زمین برای ساختمان خانه تامین کرده شده است. غیر از این حالا برای خدمتچیان حربی در ناحیه باباجان غفورов ولایت سوق ساختمان 10 خانه و در ناحیه رودکی ساختمان بینایی 2 آشیانه دارای 24 حجره ادامه دارد. امروز در ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور صدها نفر از جمله در گواردیای ملی قریب 100 نفر بانوان با اجرای وظیفه عهدهداری‌های حربی مشغولند که 34 نفر آنها
وظیفه‌های راهبری کننده را اشغال می‌کنند. فعالیت آنها در سمت کارهای تربیوی، کارگزاری، کار با کادرها، خدمت‌رسانی طبی، علاقه و خدمات عقبگاه خیلی نظررس می‌باشد. در پرد امروزه ادانه بانوان خدمتچیان حربی جزو تام‌های گوناگون قواهای مسلح از جمله گواردی ملی اشتراک می‌کنند که این نشانه واضحی صداقت به وطن و دولت صاحب استقلال تاجیکستان میباشد. محترم افسران و سربازان، همه شما از وضع حربی و سیاسی جهان معاصر و منطقه خوب آگاه هستید. در شرایطی که ساکنان سیاره و منطقه‌های علیحده آن تحت تاثیر گروه حرکت‌های تروریستی و افراطگرا، رادیکالیسم دینی، گروه‌های متشکل جنایتی از جمله قاچاق و معاملات غیرقانونی مواد مخدر، سلاح و جنایت‌های دیگر طرف ناآرام شده ایستاده است. هر یک خدمتچی حربی از سرباز قطاری تا افسر بلندرتبه وظیفه‌دار است که برای حمایت استقلال و آزادی وطن، امنیت دولت و جامعه، تأمین ولایت قانون و ترتیبات جمعیتی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی همیشه هوشیار و آماده باشد. تأمین نمودن رعایت انتظام حربی، طلبات قانون و آیین‌نامه‌های حربی، تربیت و جابجاگذاری کادرها، اعتبار اولین درجه دادن به آمادگی و بلند برداشتن سطح کسبیت هیئت شخصی، وظیفه جانی رهبران ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق و جزو تام‌های نظامی میباشد. شما خدمتچیان حربی همیشه در خاطر داشته باشید که دولت و مردم تاجیکستان قیمتترین ثروت خود، حمایه استقلال و آزادی، منفعت‌های وطن اجدادی، حفظ مرز و بوم کشور و آسودگی هر یک خاندان را به ذمه شما واگذار کردند. من به ننگ و ناموس وطنداری و غیرت و مردانگی خدمتچیان حربی قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب اختیار از جمله هیئت شخصی گواردی ملی اعتماد کامل دارم و با اطمینان اظهار می‌دارم که آنها منبع نیز از عهده رسالت پر افتخار خود و قرض فرزندی خویش در نزد وطن و خلق تاجیک سربلندانه می‌برآیند. بار دیگر همه شما را به افتخار 25مین سالگرد تأسیس یابی گواردی ملی جمهوری تاجیکستان تبریک گفتم. به همه‌تان تندرستی، صلح و آرامی و روزگاری آباد آرزو می‌نمایم. جشن مبارک باشد فرزندان دلیر و شجاع وطن. روزگاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، شرف! پرد! نظام! با مارش تنتنوی! موافق راتو در یک مسافه معین رات اول راست دیگران به راست کرد. توجه به راست با قدم مارش. جوانانی شایسته کارزار، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. ارتش ملی تاجیکستان دستاورد بی‌نظیر دوران استقلال، رکن مهم دولتداری،
کفیل صلح و ثبات و در حفظ مرز و بوم اجدادی سپری با اعتماد دولت است. در طول 29 سال استقلالیت در برابر همه مظفریت‌ها ارتش ملی مرحله به مرحله تکمیل یافته امروز قادر است که در مقابل همه گونه تهدید و خطرهای زمان معاصر استوار دستاورد و منفعت‌های دولت و حیات آسایشته مردم کشور را تأمین نماید. تحت نوای ارکستر حربی نفسی رسمی گذشت نظامی را شنوندگان لیتسه حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان آغاز نمودند. از میدان یک گروه اسکران بتالیون قراول فخری گواردیای ملی پرچم برداران جشن و مراسم های دولتی می گذرند. آنها همیشه با پرچم دولتی در صف پیش چاربینی ها قدم زده شکوه و شهامت جشن را باز هم افزون می گردانند. امروز در این پرد که به مناسبت 25 سالگی تأسیس یابی گواردیای ملی برگزار می گردد، افسران دستگاه مرکزی وزارت مدافعه، ستاد ژنرالی قوه‌های مسلح، هیئت شخصی قشون‌های خشکیگر، قشون‌های زودعمل، قوه‌های حربی هوایی و مدافعه ضد هوایی و شنوندگان دانشکده حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان اشتراک دارند. از روزهای اول صاحب استقلالی کشور با تشبث و دستگیری های بیواسطه بنیادگذار ارتش ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه های مسلح ژنرال ارتش امام علی رحمان در راه تأسیس قوه های مسلح، آموزش هیئت شخصی، بلند برداشتن آمادگی جنگی و پرزور نمودن قدرت مدافعوی ارتش ملی تاجیکستان عزیز قدم‌های استوار گذاشته شد. ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان در هماهنگی و یکجایگی قادرند که ثبات و امنیت جامعه، حیات آسایشته مردم کشور، تمامیت ارضی و استقلالیت دولتی را تأمین نمایند. امروز در گذشت نظامی محصلین اکادمیا و هیئت شخصی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اشتراک دارند. قسم به نام پاک و با صفای تو، قسم به آب و خاک و بر هوای تو. شرف بود ایا وطن دفاع تو، سپر کنیم جان و تن برای تو. گارد ملی چهره حامیان وطن، گارد ملی قدرتی بازوان وطن، گارد ملی پاسبان سران وطن، گارد ملی عبرت صفکشان وطن. از نزد منبر افسران و اسکران گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان با قدم‌های متین و استوار گذشت نظامی دایر می‌نمایند. گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان زاده استقلال است. امروز از تأسیس یابی این نهاد مخصوص نظامی 25 سال سپری شد. هیئت شخصی گواردیای ملی در حفظ مظفریت‌های استقلالیت دولتی، تأمین امنیت و صلح و ثبات کشور سهمی ارزنده دارند. صف‌های گواردیای ملی را اسکران لیاقتمند کسبی، جوانان وطن دوست،
سربازانی دلیر و غیور پوره می‌گردانند که با آمادگی کامل جنگی و افتخار ملی به پرزیدنت، به وطن و مردم شریف تاجیکستان صادقانه خدمت می‌کنند. همتن و همدلی مردمی کشوریم، روز و شب سرفیشان در بری سروریم. آبروی تو را ما به جان میخریم، دردهایت به جان ما دوای توییم. با دلی پر ز مهر و وفای وطن، شعله بارد ز چشمش صفای وطن. در درفشش سفر، در قدومش هنر، او قدم میزند در دفاع وطن. از نزد منبر افسران خدمات مخصوص نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صفکشان با افتخار بلند ملی می‌گذرند. ارتش ملی با مرکز چاره‌بینی نزدیک می شوند. در تحکیم و تقویت ساختارهای نظامی و حفظ حقوق و ترتیبات، بلند برداشتن قدرت دفاعی کشور سهم بانوان به نهایت بزرگ است، زیرا آنها پیش از همه رادمردان حقیقی وطن را به وایه رسانیده خود نیز در جاده حفظ مظفریت‌های استقلالیت دولتی سهمی با سزا دارند. غمخواری ظاهر نمودن به مادران، بلند برداشتن نقش و مقام و منزلت زنان و بانوان در جامعه تاجیکستان دائما در مرکز توجه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد. از میدان هیئت شخصی گروه‌های زودعمل، جزء و تام‌های تعیینات مخصوص و قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان می‌گذرند. قشون‌های سرحدی در خط اولی دفاع کشور قرار داشته یکی از مهمترین نهاد قدرتی می باشند. هیئت شخصی آن با مسئولیت بلند مرز دولتی را پر نظارت و محافظت می نمایند. محض با شرافت خدمت صادقانه مرزبانان سرحد سپری با اعتماد وطن گردیده است. توان دولت، قدرت مدافعوی کشور از هوشیاری و زیرکی، جسارت و مردانگی، خدمت صافدلانه و صادقانه هر یکی ما وابسته می باشد. ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در هماهنگی و یکجایگی قادرند که امنیت و تحکیم استقلالیت دولتی را تأمین نمایند تا که صلح و آسایش مردم و یکپارچگی تاجیکستان محبوب استوار و پایدار بماند. زحمت مردمت پایه دولت است، وحدت و حکمتت منشأ قدرت است. سرورت بهترین گرد این ملت است، زیر فرمان او جان فدای توییم.
گذشتی نظامی را هیئت ارکستر حربی متحده انجام می‌دهد که آن از 100 نفر نوازندگان ارکسترهای حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان عبارتند. جشن استقلال ملت هموطن پاینده باد. این دیار پرتراوت چون چمن پاینده باد. гарчанде гвардияи миллӣ дар давраҳои басо мушкил монеаҳои сиёсӣ ташкил ёфта бошад ҳам тавонист дар музаффариятҳои истиқлолият саҳми арзандаи худро гузорад. хушбахтона ҳамасола 3 сентябр хизматчиёни ҳарбии гвардияи миллӣ дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид иди касбии худро ҷашн мегиранд. бинобар ин кулли мардуми шарифи тоҷикистонро хусусан хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро ба муносибати ҷашни 25-солагии гвардияи миллӣ табрик намуда барои иҷрои вазифаи хизматиашон будбориҳо комёбиҳои беназирро таманно дорам. имрӯз аз таъсисёбии гвардияи миллӣ 25 сол сипарӣ мегардад ки гвардияи миллӣ низ яке аз дастовардҳои даврони истиқлол мебошад. имрӯз занон воновон дар гвардияи миллӣ дар ҳама самтҳо кору фаъолият менамоянд. бахусус бо дастгирӣ ва ғамхориҳои сарвари давлат имрӯз занон дар самтҳои ақибгоҳӣ, самтҳои алоқа, самтҳои хадамоти техникӣ низ кору фаъолият менамоянд. ҷавобан ба ғамхории роҳбари давлат мо занон ваъда медиҳем ки ба ин боварӣ сазовор бошем, содиқонаву софдилона ба ин ватан хизмат намоем. тӯли 1 соли 11 моҳ мешавад ки дар гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон хизмати модар ватанро сарбаландона пеш бурда истодаам. имрӯз дар хизмати ҳарбӣ мо бисёр чизҳоро ба худ омӯхтем. мо имрӯз дар ҷашни 25-уми солгарди таъсисёбии гвардияи миллӣ иштирок дорем ва ифтихор аз он мекунем ки дар гвардияи миллӣ хизмати модар ватанро сарбаландона пеш бурда истодаем. мо имрӯз дар 25-умин солгарди таъсисёбии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ки бевосита бо ташаббускории ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомали Раҳмон ба роҳ монда шуда буд ва мо ҷавонон фахр мекунем ки дар чунин шароит зиндагӣ карда дар чунин шароитҳои хуб адои хизмат мекунем ва модар ва ватани худро фидокорона ҳифз мекунем. барои ҳар яке мо боиси фахр мебошад ки дар чунин кишвари азизу маҳбуб адои хизмат намуда бо сари баланд ба хонаи худ бармегардем. мисоли парчами ватан шукӯҳи мо баланд бод, диёри арҷманди мо ҳамеша арҷманд бод. гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон зодаи истиқлол аст ва ҳифзи дастовардҳои истиқлолият, тамомияти арзии тоҷикистони азиз ва таъмини сулҳу суботи кишварро ба зимма дорад ва дар тӯли 25 соли фаъолияти пурсамар гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари истиқлолият, дар баробари музаффариятҳои истиқлолият давра ба давра такмил ёфтааст ва бевосита дар асоси дастгирию ғамхориҳои бунёдгузори артиши миллӣ ба дастовардҳои зиёд низ ноил гардидааст, чӣ аз лиҳози омодабошии ҷангӣ, чӣ аз лиҳози тайёр намудани мутахассисони варзидаи низомӣ ва тайёр намудани афсарони касбӣ, ҳамчунин дар самти таъминот бо аслиҳа, бо техникаҳои ҳарбӣ, бо муҳимоти ҷангӣ ва ҳамчунин дар баробари ин ҳама дар самти таъминоти моддии хизматчиёни ҳарбӣ ва беҳтар намудани вазъи иҷтимоию беҳдошти вазъи хизматчиёни ҳарбӣ ба дастовардҳои зиёд ноил гардидааст.
این همه از فیض و برکت استقلالیت است و زحمت و تلاش های بی‌واسطه پیشوای ملت که همه انمین دولت سازی ما را از سر نو احیا نمودند. طول 25 سال فعالیت پرثمر گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان از یک ساختاری، از یک بریگاد تعینات مخصوص به یک ساختار مقتدر نظامی تبدیل یافته است که امروز قسم‌های نظامی آن در تمام منطقه‌های جمهوری کشور فعالیت با ثمر دارند و حفظ و امنیت مردم را تامین می‌نمایند، دستاوردهای استقلالیت جمهوری تاجیکستان را مدافع می‌نمایند و افتخار گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان باز پیش از همه از بتالیون قراول فخری، از پرچم برداران گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان است که همیشه در صف پیش چاره‌بینی‌ها در مراسم‌های پرچم برداری در شهر و ناحیه‌ها که یک عنعنه خوب و افتخاری ما سربازان است اشتراک می‌کنند. در دوام 25 سالی تأسیس یابی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان، گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان به یک نهاد پرقدرت حربی تبدیل یافت. در دوام 25 سالی موجودیت گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان با یک قطار پیشروی‌ها از جمله با شرایط خوبی خدمت، تکنیک و تکنولوژی معاصر، شرایط تعلیم تامین گردیده در صف‌های قواهای مسلح خدمتچیان دارای کسب‌های گوناگون حربی ادای خدمت کرده ایستادند. امروزه شرایط در قسم واحدهای گواردیای ملی روز تا روز خوب شده رفته ایستاده است و امروزها خدمتچیان حربی گواردیای ملی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا از جانب سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان دائما برای خدمت‌های شایانشان قدردانی کرده می‌شوند. از جمله با منزل استقامتی با رتبه‌های حربی نوبتی قدردانی کرده شده ایستادند. ما از سخنان جناب عالی روح و الهام تازه گرفته کمر همت بسته بر بحر وطن خودمان خدمت میکنیم. ما از غمخوری‌های پیشوای ملت سپاسگزار هستیم. طول 2 سال می شود در بتالیون قراول فخری در گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان خدمت میکنم. همه شرایطا در این گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان خوب است. در این دوام 2 سال تمام چاره‌بینی‌ها رفته اشتراک کردیم. ما در این خدمت آب و تاب بدن پیدا کردیم. طول 2 سال می شود که من در روتای فخری خدمت وطن مادر رو میکنم. شکرانه از اون میکنیم که ما در چنین بتالیون خدمت رو ادا میکنیم. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید قرض شهروندی خود رو با سر بلند ادا کند. وطن برای هر یک انسان با شرف مثل مادر عزیز و مقدس است. مفهوم‌های وطن حکمت‌های زیادی با مثل شرف و ننگ و ناموس، افتخار ملی و انسانی، مهر و محبت، صداقت و صمیمیت، شادی و نشاط، پیروزی و بلندی، امروز و فردای نیک و در مجموع زندگی شایسته را تجسم نماید. خدمت حربی و ادای قرض فرزندی این شرف بزرگ است که از نسل به نسل چون یک افتخار بلند وطنداری میراث مانده است و امروز این افتخار بلند وطنداری را، این رسالت بزرگ جوانمردی را گردان دلیر وطن، محافظان مرز و بوم و فرزندان صادق کشور بر دوش دارند و ادامه میدهند. دستگیری و غمخوری‌های بی‌واسطه سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ما خدمتچیان حربی گواردیای ملی را باز هم راه بلند میکند. وظیفه داریم و از صدق دل بهر بلند برداشتن انتظام حربی و تحکیم منبع امنیت ملی صف کشیده سعی و کوشش نموده با پرزیدنت با وطن صادقانه خدمت میکنیم. شکرانه صاحب استقلالی وطن میکنم که ما زنها در صف مردان همچو گردآفریدان وطن برای حفظ مرز و بوم وطن خدمت نموده ایستاده‌ایم. وظیفه ما خدمتچیان حربی صافدلانه خدمت نمودن به خلق وطن خود. گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان یکی از نظامترین نیروهای قدرتی جمهوری تاجیکستان به حساب میرود. گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان امروز یکی از پرزورترین نظامهای قدرتی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته. امروز با تکنیک‌های معاصری حربی پور را تامین کرده شده است. گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان امروز برای امنیت بی‌خطری جمهوری تاجیکستان دائما در صف پیش قرار دارد. ما کارمندزنان مقامات کارهای داخلی افتخار از آن میکنیم که امروز بخشیده به 25م سالگرد گواردیای ملی اشتراک داریم و ما کوشش بر آن میکنیم که همیشه بهر وطن عدالتانه خدمت نماییم.
طول یک سال می شود در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت کرده ایستادم. نسبت به سالهای پیشتر بسیار خوب شده است شرایط خدمت. من به هر یک جوان تاجیک گفتنی هستم که بیاین قرض خود را، قرض وطنداری خود را باید ادا کنند. شکرانه میکنیم که پیشوای ملت همه ما را دستگیری میکنند، جوانان را دستگیری میکنند. باید هر یک جوان افتخار وطن دوستی داشته باشد. باید مرز بوم وطن را ما خودمون محافظت کنیم. ما سربازان وظیفمون محافظت کردن وطن است. طول یکونی سال میشه که با صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت میکنم. شرایط خیلی خوب است. با جوانان گفتنی هستم که آماده قرض خودش اجرا کنه، آماده با صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت ادا کنه. با صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با خصوص با بریگاد هفتمی حمله‌آور دسانتی طول 10 ماه است که خدمت مادر وطن را ادا میکنم. شرط و شرایط خدمت بهترین است. با همه جوانان جمهوری تاجیکستان گفتنی هم که آماده با سر بلند قرض خود را ادا کنند که این بر هر یک جوانمرد تاجیک این هم قرض است و هم فرض است. در خدمت باشد شرط و شرایط ها روز به روز نسبت به سالهای گذشته بهتر و خوبتر شده است. سرباز بریگاد حمله‌آور دسانتی خوشندهای زودعمل قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان طول 1 سال و 5 ماه است که خدمت خود را ادا کرده ایستادم. امروز صف راستیم که 25مین سالگرد تأسیس یابی گواردیای ملی را تجلیل نماییم. ما سربازان که امروز در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت ادا نموده ایستاده ایم با تمام شرایط ها مهیا هستیم. خورد و خوراک، جای خواب، لباس، تمام شرایط هایی که با خدمتیان حربی ضرور است با ما تامین می نمایند. از آن افتخار میکنم که در چنین پرد اشتراک می نمایم. در این ساختار بسیارتر جوانان کار میکنند. من فخر میکنم که در چنین پرد اشتراک می نمایم. در قسم 54 53 انجام خدمت میکنم. من با جوانان گفتنیم که خدمت شرف از هر یک جوانمرد باید آمده در وطن خودش صادقانه صادقانه خدمت کند. در وقت خدمت خیلی چیز رو می‌آموزی از اشکال زندگی. خدمت مکتب جوانمردی است. واقعا امروز ارتش پایه دولت است. یعنی که هر جوانی که امروز به قسم حربی قدم می‌گذارد خدمت وطن مدار می‌کند، این برای وطن، برای پیشبرد وطن، برای نگهداری صلح و امنیت یک سهم ارزنده می‌گذارد. و ما جوانان اگر امروز وطن خویش را حفظ نسازیم، هیچ یک شخص بیگانه وطن ما را حفظ کردن نمی‌تواند. و جوانی که امروز در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت می‌کنند، واقعا خدمت در قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان این مکتب مردانگی است. اولین درجه مرد بودن، جسوری، اینه که محافظت کردن وطن، متانت، دلیری، شجاعتی و حفظ کردن وطن را می‌آموزد و برای در زندگی آینده درباره پیشبرد زندگی خویش هم سهم ارزنده خود را گذاشتن می‌تواند و می‌آموزد. و ما با جوانان چی گفتنیم؟ امروز با آنها اینه که طلب می‌کنیم که بیا به وطن خویش خدمت بسازند. هیچ یگان کمبود نیست. همه شرایط برای ما مهیا ساختند. اینه که حتی خوابگاه و اینه که حتی برای والدین‌ها خوابگاه ساختند که ما می‌توانند پدر مادرانی که از دور اینه که بر قسم حربی وارد می‌گردند با فرزندان خویش آگاه شوند، از خدمت‌های فرزندان خویش آگاه شوند و می‌توانند که در مدت 2-3 روز با فرزندان خویش ایستاده از احوال یکدیگر پرسان باشند. شکرگزاری از صلح و ثبات کشور می‌کنیم. شکرگزاری از امنیت کشور می‌کنیم که دولت ما تنج است. نسبت سالهای گذشته شرایط همه خوب هستند، ورزشگاه‌های نو همه طرفه و امروز خدمت هم خیلی در جمهوری تاجیکستان خیلی هم سبک شده ایستاده است و ما در زمان آسایشته ادای خدمت کرده ایستادیم. با جوانان گفتنی هم که امروز بیاین قرض وطن رو ادا کنند برای آرامی جمهوری تاجیکستان سهم خود را گذارند و ادای خدمت کنند.